شما دیتون مرحمت کنیتون. از او رحمت ما برای یک کاری امر خیر اومدیم. میخواهیم که همین پسر یگانم رو با دختر شما خاندار کنیم. شما چی میگی؟ با جون و دل من راضی هستم. من در حیات یک دختر دارم. شوهرم 30 سال پیش وفات کردگی. دخترم مرا نگاهبی میکند. میدونم که بچه‌تون دختری مرا دوست میداره. شما دین تقا. اما من یک شک دارم. آچه جان چه خیلی شب؟ خب کن کاری کلانو به خودت خوش نکن. پسر شما باید در خونه ما خانه داماد زندگی کند. اب خبری بچه من یادی من در حیات یک با فرزند دارم. این خانه داماد بشه من چی نگاه میکنه؟ اروشا پدر جون بشی لبای کردکو روی حالش هست پدر جون سرسومه نشد مایلی من روزیم خاندمون چند دمجا زندگی کنم اوتا جون شما را شوهرتون مردهش 30 سال شد مادر منم خیلی لشید وفات کردگه پدر منم به زن خلاصتوه شما که زنش بشین من به اوتام نمیتونم اوتام هم خاندمون زندگی کنه در خونتون بچه این گپه تو گفتی او خرگناهی نیستن. وای اوچه